Дори съемка ходи. Дори ще съемка къде? Лавоя съемка къде? جولیکوشون شکستگی باور که اینقدر درآمدی که از اینجا هستن یک چونیکشون حلش کردن نمیتونن. این کارهای ما دوستان همش به خاطر وطنمون است، به خاطر تازگی وطنمون. ما شخصی مثال تاجیک هستیم، مسلمان هستیم، باید پاکیزگی خودمون نشون بدیم. یک شخصی بیگناه هم که میبیاد باید که بداند که خلق تاجیک هم قدر پاکیزه است. نگاه کنید دوستان، حتی یک سچاق در نزد ما آورده است که خیلی سچاق ببینین هفتانگومیه 150 نفر ایره دست تازه کرده با پیش ما آورده هستند. این را چخیلی که ما گپ نزنیم که در حالی که بعد از ما یک سچاقی آوردگی هستند که سچاق ببینین هفتانگوم شه، چخیلی ما گپ نمیزده ایم. ممکنه اپا همجا رئیس کیه ہے؟ آوه فارو میکنی؟ سلام علیکم. اینجا خطونه نه که همین اول چه اپا که همین سچاق هسته که 150 نفر تازه کنه با بیرو در پیش ممونین شه و تازگی وابشه ریوه نمیکنین که یا که چونیک شما بی دالنوش شکستگی مثال همین خوبه. چیکار کنی جون؟ نه چیکار کنیم برادر جان؟ این تازگی اینجا ما کلین وقتی که میبیا ولی به حد با خدا تازگی ریوه نمیکنیم. مثلا کلین تو اومد همین سوزای باور که همین کجای همین سوزای با خدا همین ابی بچه 1000 کس دست توزه کرده گه با همین یگان جای سوزی نداره یا که باید تازگی ریوه کرد. مثال یک کلین میبیا مثال یا چه میخره باید رحمت گواه نه همه رو یک نظاره کنیم. ایش زدن شکست هیچ گام نه. او خیلی جدا برویم دا. خوب مالش. حالا تو سالفت کنیم برای زیگ میشه. دیگرم خیلی سخت نگیرید دوستان عزیز. یا حیاتم خیلی. دوستان عزیز روزی خیلی یک استالوی اومدگی هستیم. این استالوی را خیلی نمیگم که در کجاست. این استالوی را با فکر که همگی انسان ها میشناسن. خیلی کلان است و خیلی کلینتوی بسیاری دارد استالوی. ناو کم که خالی شده که وگرنه با کسی جو نمیرسی. حاضر میبینید که تا کدام درجه تازگیشون است. نگاه کنید دوستان، حتی یک چونیکشون هم ممکنه 10 بار چای دم کنن نمیشوند. چیل که چونیک یا ربی جولیکوشون هم بیدرشه. آخرایش اگزام کنید. نه گیرون نکرد. گیرون نکرد. جولیکا بین جولیک شد. زردی داریم جولیکا بین داج توزه نمیکنن نمیره. هر یک هدف ما شما خود داریم که باید این را پرویر کنیم دوستان. وقتی که میخریم توزگی را باید ما شما ریویه کنیم. گپ زنیم. چقدر تابی ما شما میکشه که دم خیلی چیزا ما چکای بخریم.
Сумам ҷа меспорем. شاشلیک باشه به اینجا منفوه آه شاشلیک بدو. شاشلیک بشم شاشلیک تا با گوش که چه مثال امجا توزا خوشون میکنم میکنن چون کشون جوری کشون زاب زار هر میشون تاکیست ها اینه میام چوی دام کی چوی سوز زار میکنه های باید توزاگر یاد کرد که یک شخصیت میبینه که از زمین جون است مثال یعنی همین دیده برو اینا که بود مالش برادران عزیز امروز ما با برادرانمون در شهر وحدت قرار داریم یکی از سه سالوی ایرا همکاران ما است ما خواهی تفتیش کردیم شما خودتون دیدین که کدامش تازه و کدامش غش است برادران عزیز هر یکی اگر از ما و شما کدام استالویی که می‌دوریم کدام آشخانه‌ای که ما می‌دوریم ما باید گپ بزنیم وقتی که غشدیشون دیدیم گپ بزنیم چون که اصلاح کنن شونا یک بیگونه میبیا وقتی که میشنه میبینه غشدی را میگن تاجیکان قدر غش بده این کاری ما تنها به خاطر وطن است که دونن که مثلا خلق تاجیک هم پاک است مسلمان است یعنی که تازه است اینها برادران ما هستند و خیلی کامراچی منختون ممکن بشناسین اول ویدیو دا بود شیخ قاری میرزا محمود جان است و کانالای برادرامونو در تگ همین ویدیو میمونم و کانالای اینها هم بهترین پرانک ها به نزدیکی میشوه شما دستگیری کنین ان شاء الله ویدیو را پخش کنین در ایمو واتساپ و دیگر سایت ها ان شاء الله که ما هم دبر شما هستیم دبر ما باشیم و بهترین رولیکا را ان شاء الله براتون پیشنهاد خواهیم کرد بله دوستان عزیز ما همیشه باید تازگی را رعایت کنیم هر جایی که میدونین که غشدی را میبینین باید که گپ زنین روسا یک مقوله دارن که کلین سکته پراف میگن ما باید همیشه پراف باشیم هیچ وای نمیکنن مثل وقتی که دیدیم غشدیشون گپ زنیم که چیز شما غش ده یک تا دو تشکی ما دیدیم ان شاء الله که گپ زدیم دیگراش در عبرت میشه بگذار که تازگی را رعایت کنن تابی هیچ کس هم نمیکشه در کجا تابی تو میکشه که یک ساچوق میبرن پیش ده 100 کس تازه کرده با او همون چخت تابود میکشه دستو تا پاک میکنی یا که چوینیکوشون نبی شکستگی حتی چیرگ زدگی بار که باید تازه نمیکنن خشون نمیتیان متهم شدگی هستن بعضی هاش هست خیلی مثالای تازه خیلی ندیدین با رکلامشون هم کردیم این هم بود نوار امروزه ما باقی در امان الله باشین تا نوارهای آینده بهترین نوارها ان شاء الله از پیش است حرکت کنید دستگیری